سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتان خوب باشه و که یک ویدیو دیگه خدمتتون هستم. همونطور که میبینید امیال از سوپرمارکت آمدم و کم ذره خرید کردم و در فکر میکردم خب از خاطر که خیلی از دوستان مثلا بهشون برنامه که نوشته میکنم، مثلا اگر که میگم 150 گرم پروتئین یا 200 گرم پروتئین یا 200 گرم کربوهیدرات یا اینقدر چربی، بیشتری نمیفهمن که او را چطور پره کنن. و حالا فکر میکردم حالا که خودم که خرید میکنم خب به شما میتونم نشان بدم که من خودم چه چیزایی میخورم و مثلا گپ انواع منابع پروتئینی منابع کربوهیدرات و چربی را و میتونم مثلا گپ از خاطر هر چیزی که براتون نشان بدم براتون میتونم مثلا بگم که اینا من چطور جور میکنم، یا که مقصد که یک آیدی در ذهن شما بیاید و بتونه برای شما کمک کنه که بتونید یک ذره به غذایتون بیشتر توجه کنید و غذای سالم‌تر بخورید. حالا من اینا که میبینید اینجوری به ترتیب پروتئین و چربی و کربوهیدرات جدا میکنم و براتون نشان میدم. اول از منابع پروتئینی خود شروع میکنیم و از گوشت اول ارزان و کلی همه میتونن تهیه کننش. گوشت مرغ، سینه مرغ بهتر است چون پروتئین بیشتر داره. گوشت بعدی که من استفاده میکنم گوشت چرخ کرده یا گوشت چرخ کرده گاو است و گوشت آنتریکو که یک برش از گاو است و گوشت ماهی های سفید هم شما میتونید بخرید، ولی من ماهی سفید خوش ندارم، ماهی سالمون خوش دارم، از خاطر ماهی سالمون اینجا میبینید که من همیشه میخرم. این دو قسم گوشت آنتریکو و گوشت سالمون اینا گوشت هستن که یک ذره گرانتر هستن نسبت به گوشت مرغ و یا گوشت چرخ کرده گاو، ولی از لحاظ کیفیتی زیاد با هم دیگه فرق نمیکنه. یعنی شما اگر نمیتونید گوشت گرانتر بخرید مشکل نداره، گوشت مرغ هم سمسه کار بده. تون ماهی بازم یکی از ارزان‌ترین و یکی از بهترین غذایی که شما برای تمرین کردن میتونید استفاده کنید. پروتئین خیلی زیاد داره و یک خوشمزه هم هست. تون ماهی تمدار هم هست، اگه خواستین از اونا میتونید بخرید. تخم مرغ بازم یکی از ارزان‌ترین و یکی از راحت‌ترین چیزهایی که شما میتونید از طریقش پروتئین به بدنتون برسانید. و بعضی دوستا زرده تخم مرغ خوش ندارن و میتونید شما دوستا از تخم مرغایی که از تخمی که فقط سفیدش هسته این استفاده کنید که در دکان‌ها تو بس شکل آماده وجود داره. و تخم مرغ زرده تخم مرغ هم خیلی فایده داره، با اینکه کلسترول داره. خیلی کوتاه میگم، دوستان فکر میکنن زرده تخم مرغ بعد از خاطر چربیش نه، ایتون است، از خاطر که زرده تخم مرغ خیلی مواد ارزش غذایش خیلی بالاست، خیلی چیزای خوبی داره که برای مغز خوب است، برای بینایی شما خوب است و اگر شما کلسترول کافی به بدنتون نرسونید بدن شما شروع میکنه به کلسترول جور کردن، از خاطر که بدن تا یک حدی باید کلسترول در داخل بدن وجود داشته باشه از خاطر جور کردن هورمون‌های مختلف شما، ولی اگر نداشته باشه اون چربی لازمه یا کلسترول لازمه شروع میکنه خودش به چربی جور کردن. خب مقصد تخم مرغ، شیر که میبینید البته شیر به عنوان یک منبع پروتئینی گفته نمیشه از خاطر که پروتئینش زیاد نیست، ولی مقصد پروتئین داره و یک قسم ماستی هست که تقریبا یک ذره پروتئینش بیشتر از ماستای معمولی، تقریبا 7 گرم پروتئین داره. برای روزایی که مثلا عجله دارم من و نمیتونم صبحانه صحیح جور کنم که تقریبا 250 گرم از این و 150 گرم از موسلی استفاده میکنم و یک صبحانه صحیح میشه که شما هم سیر نگم داره و ارزش غذایش بالاست. و وقتی هم که موسلی میخرید توجه داشته باشین که موسلی های بخرید که شکرش خیلی کم باشه. و حالا یک چیز دیگه میخواستم براتون نشان بدم، یک قسم ماستای هستم که چربیش خیلی کمه، یعنی چربیش نداره، تقریبا 0.2% چربی داره. مقصد چربی نداره، شکر نداره، ولی طعمدار و خوشمزه هستن و پروتئینشون خیلی زیاد است. در 100 گرمش تقریبا 11 گرم پروتئین هست. همونطور که میبینید با طعم‌های مختلف هست. دوستایی که در سویدن زندگی میکنید حتما امتحان کنید از اینا. و یک چیز دیگه هم که اینجا میبینید پودینگ چاکلتی هست که داخل هم 20 گرم پروتئین هست، مثلا داخل از 16 گرم پروتئین هست.
اینا برای منبع پروتئینی نیستن، ولی اینا خیلی چیز خوبی هستن برای وقتایی که مثلا میگم شما چیزای شیرین میخواید بخورید و وقتی که شما میتونید از یک اسنک خیلی سالم استفاده کنید که به بدنتون یک خوبی هم برسانه مثل پروتئینی که داره، خیلی چرا از یک چیزی که پر از چیزای بد است استفاده کنید، چیزای پر از شکر و چیزای مقصد بد باشه. این مقصد یک راه فرار هست برای ما کسایی که نمیخوان چیزای بد بخورن. این هم یکی از تریکس ها بود. منابع کربوهیدرات، منبع اصلی کربوهیدرات از ما برنج است، برنج سفید و همونطور که میبینید اینجا کله است، کله ارزش غذایش خیلی بالا است. کچالوی معمولی، درباره موسلی هم که براتون گفتم و نان همبرگر که شکر نداشته باشه. همونطور که یادتان باشه گفتم که من گوشت چرخکده دارم مثلا اینگه، و اگه شما گوشت چرخکده مثلا اینگه بخرید میتونید که همبرگر خانگی جور کنید از گوشتی که خودتان بفهمید چه گوشتی است، گوشت فست فودی نیست، گوشت سمسایی است. یک کربوهیدرات دیگه کچالوی شیرین است. من خودم برای اولین بار فکر کنم 6 ماه پیش امتحان کردم و واقعا خوشم آمد و توصیه میکنم که شما امتحان کنید. کربوهیدراتش یک ذره از کچالوی معمولی بیشتر است و خوشمزه است، تقریبا مزه پامکین میده، مثلا خیلی خوشمزه است. حالا میرسیم به سبزیجات خیلی مهم هستن. مثلا اینجا میبینید بروکلی و یک قسم چیزهای دیگه مثلا من امروز خریدم. سبزیجات را از خاطر ویتامین هایی که داره شما باید بخورید و از خاطر از این که به شما کمک میکنه که شما غذاهای خودتان را هضم کنید. حالا میرسیم به قسمت چربی های خوبی که یک سره گفتم میرم و یک سره اشکی نمیفهمه. دوستای سوال میکنن از خاطر روغن زیتون. من تمام نانهای خود که روغن زیتون جور میکنم. روغن نارگیل، بعض وقتا از روغن نارگیل استفاده میکنم، هم چربی خوب است. آووکادو اگه خوش ندارم آووکادو سمسای براتون حق میدم از خاطر که من خوش نداشتم، ولی حال جدیدن بهتر شده برم و میخورم بعض وقتا. هم چربی خوب است و یک چیز دیگه ای که هم خوشمزه است و فکر کنم کسی نباشه که خوشش نیاید، کره بادام زمینی چربی خوب است و میتونید از این به عنوان یک از سورس‌های اصلی چربی تان استفاده کنید و چربی ها خیلی مهم است دوستان عزیز. چربی خیلی مهم است. شما وقتی که عضله جور میکنید یکی از اصلی ترین چیزهایی که برای شما کمک میکنه تستوسترون شما است. خب و تستوسترون از چی جور میشه؟ از چربی جور میشه. خیلی چربی خودتون سمسای دقت داشته باشین که چربی خودتون چربی تقریبا باید مثلا او دایت که ما دارم 2/3 از مقدار پروتئینی که شما استفاده میکنید تقریبا باید چربی استفاده کنید. ببخشید 1/3 خیلی زیاده. 1/3 از چیزی که پروتئین دارین مثلا میگم 200 گرم 150 گرم اگه پروتئین استفاده میکنید 50 گرم باید چربی استفاده کنید. چربی های خوب همین چربی هایی که مثلا براتون گفتم. ولی اگر مثلا نمیفهمید که چرا هم چربی خود حساب کنید اینا دازی لیوان اگه داخلش سعی کنید روغن زیتون است. من هر روز صبح که میخوام وقتی که میکشم مثلا میگم 80 گرم یا مثلا میگم 100 گرم روغن و داخل یک تا لیوان میکردم و در طول روز انزو لیوان استفاده میکنم و میبینم مثلا میگم برای غذای یعنی خب میفهم او را که خلاص کنم یعنی 80 گرم چربی از استفاده کردم و مثلا میگم اینقدر چربی دیگه از اگه کمتر خورده باشم که یک چربی که مانده از یک قاشق و 2 قاشق غذا میخورم یا مثلا میگم یک 2 سلاز آووکادو. این بود ویدیوی امروز دوستان عزیز. امیدوارم که یک ایده برای شما داده باشم که شما چطور میتونید همونطور که میبینید خیلی ساده است. خب و اینطور نیست اگه شما بتونید شروع کنید به حساب کردن غذاهای خودتان که ببینید چه غذایی چه چیزایی داره، چه ماده غذایی چقدر پروتئین داره چقدر چربی داره، شما میتونید بهترین غذا و غذای مورد علاقه خودتان به شکل صحیح به شکل سالم جور کنید. من حال
چی بفهمم، من هر رقم نان افغانی هم که باشه من میتونم همین چیزا جور کنم دیگه. قابلی که قابلی هست، شما میتونید به همین شکل جور کنید اگر شما فقط بفهمید که هر ماده غذایی چی داره. این بود ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون آمده باشه. لایک، شیر و سابسکرایب کنید حتما که ویدیو خیلی بهتری در راه است و تشکر که همراه بودید. فعلا تا ویدیو بعد، خداحافظ.